روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 24 دکبر این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که آن را همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. با موضوعهای نشری برنامه شناس شوید. امامعلی رحمان برای ملاقات با ولادیمیر پوتین به سنت پتربورگ سفر کرد، ولی بسیاری ها در تاجیکستان میگویند تعقیب و فشاری پلیس آنها را از سفر به روسیه دلسرد کرده است. مقصد پرابلمایی که در همین کراکوسی شدن حساب همون کمتر با ترس چی شد رفتن ما ندیدیم. یک سابقه دار جنگ شهروندی تاجیکستان شکایت دارد که به او زمین نمیدهند. مقامات میگویند تقاضاهای این مرد از حد زیاده است. پیش مکتب ما زمین ندارم که کم دورتر گوییم نمیگوید. بانک جهانی گفت اگر حکومت تاجیکستان از پی تغییر مدل اقتصادش نشود احوال مردمش بد خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر سنت پتربورگ روسیه پرواز کرد تا در جلسه غیر رسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های همسود اشتراک کند، ولی پیش از آن جلسه شام امروز قرار است او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. یوری اوشاکوف یاوری پوتین گفت مسائل داغ ساحه مهاجرت در مرکز گفتگوهای دو رهبر خواهد بود. معلوم نیست منظور مشخصاً چی است، ولی سال 2024 بعد حمله به کراکوس و در تشکیل آن اساساً گمانبر شدن شهروندان تاجیکستان احوال مهاجران تاجیک در این کشور خیلی سنگین شده است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف گفته است ملاقات پوتین و رحمان نخست یک به یک صورت میگیرد و بعد این در چهارچوب کاری جریان خواهد گرفت. ضمناً برای بسیار ساکنان تاجیکستان هم حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ولایت مسکو ماه مارت امسال و به ویژه پیامدهای آن از مدهشترین حادثه های سال 2024 بوده است. این را بسیار مصاحبان رادیوی آزادی هم در صحبت با همکاران ما بیان کردند. علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله در شهر دوشنبه در یک پرسش سریراهی از چند ساکن پرسیدند به فکر آنها سال 2024 کدام رویداد بیشتر در خاطر آنها میماند. 2024 در دولت روسیه حادثه های مثلا خوب گذشت که و مثل کراکوس سیتی که بسیار تاجیکای ما در روسیه عذاب کشیده استادند. کراکوس در مسکو شدناو همین قطعی که تانکسی کشیدیم خیلی با بسیار ماجرا عذاب کشیدن. با چقدر بگیم سویت کشی خدمون خیلی خنک از میستان بسیار آدمایی که زمینی دارن قینده پیچکا میچسبونن در شهر خیلی نیوگی در هر سال ریمون کردنم. فوتبال لیگ تاجیکستان خیلی کمتر در لیگ اولی خودم نقض است، لیکن بیرون از لیگ کمتر پداوری کردن. خیلی بازی استقلال که 6 بازی که در لیگ چمپیون باید دادن خیلی برای ما کمتر بهتر است. زیخ شدم کنیش نه. من جنگ شدم کردم سینی مسکو. در یاد من دپور موندگی تمام. یک مشکل فوتبالیستا تاشتاکی و یا جام آسیا بر اومدن یک رزولتات خوب نشون دادن. نمایش زور که همه مردم خرسند شد. نشد که اون حادثه کین якон гап خوب рост. Честно, этот год для меня очень тяжелый. Я в этом году потеряла маму. راستی گپ امسال برایم خیلی مشکل بود، زیرا من امسال مادرم را از دست دادم. از این سبب همه واقعه‌هایی که رخ دادند برایم کم ارزش بودند، ولی من از موفقیت‌های ورزشکارانمان خیلی شاد بودم که آنها به نتیجه‌های بزرگ کامیاب شدند. توی بودن که خیلی با خودمون هم طرف رفتنی بودیم، کس چی کرده؟ رد کردیم ها. برای چی رد کردیم؟ به خاطر آخه چیاش بسیاری بچید. چی میگن؟ ها مقصد پرابلمایی که در همین کراکوسی شدن حساب همون کمتر با ترس چی شد رفتن ما ندیدیم. یعنی همین حادثه کراکوس نه نیجیش نه همین تمام. این قطر مقصد میبروی مقصد هم ترانسپورت سری وقت میوی تاکسی های نقض هستند. مقصد پایتختمون خیلی تازه آباده نسبت به پیشتره را معامله مردم خوبه، همه جهتا نقضه. خاطره با فرزنده و تابستان آدیخ میره. مقصد طرفای ورزاب راههای دور پیش میرفتیم و کودک بودیم. مثلا راهاش خیلی بیزه بود. هازی کدام طرفی که خواهی سیاحت کردن همه چی دیگه مشکلی نیست. رحمت به پیشوای ملت مون که قدر آبادانی کردیم. بینندگان ارجمند، نظر شما چیست؟ کدام حادثه در سال 2024 در خاطر شما بیشتر میماند؟ نظر خود را به صحیفه ما در شبکه فیسبوک نویسید.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. یک مؤسسه معتبر مالی جهانی به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که به یگان تأخیر و فوراً شیوه رشد اقتصادش را تغییر دهد، چون مدل فعلی در آینده به کار نمی آید و ثمره نمی دهد. بانک جهانی در گزارش تازه با نام اقلیم و رشد تاجیکستان گفته است مدل رشد اقتصادی که تا حال حکومت به کار می برد منابع طبیعی کشور را بسیار کم کرده نتوانسته است جایهای کاری مناسب آفرد. همکارم طاهر سفر این گزارش مفصل را مطالعه کرد و در استودیو با ما است. سلام طاهر، لطفاً اول نکات اصلی گزارش را مختصر برای ما و بینندگان شرح می‌دادید. سلام بیننده ارجمند. ولی خیرمان مؤلفان گزارش گفتند که اگرچه مدل فعلی رشد اقتصادی تاجیکستان تا کنون نتیجه داده است، ولی اکنون به حدی رسیده است که دیگر نمیتواند اقتصاد را به پیش حرکت دهد و زندگی مردم را بهتر کند. در گزارش آمده است سرعت میانه تولیدات ناخالص ملی از سال 2000 تا سال 2023 7% را تشکیل داد و سطح کمبیزاتی از 30% در سال 2003 به تقریبا 11% در سال 2023 رسیده است. ولی با این همه به گفته بانک جهانی مدل فعلی رشد اقتصادی گوناگون جبهه است و نتوانسته است به استثنای استخراج معدن‌های طبیعی به دیگر ساحه‌های اقتصاد سرمایه جلب کند. نهادهای دولتی ضعیفند، بخش خصوصی درست انکشاف نیافته است و رشد اقتصاد تاجیکستان اساساً بر مصرف آیله‌های دستنگر مهاجران، عرصه کشاورزی و صنعت وابسته به استخراج معدن پایدار مانده است. با نظر داشتیم به گفته مؤلفان بانک جهانی مدل رشد اقتصادی تاجیکستان اکنون به حد نهایی خود رسیده است و اگر تغییر داده نشود سرعت افزایش تولیدات ناخالص ملی سالانه از 4.5 تا 4% سست می شود. سبب‌های ناکامی مدل حاضر رشد اقتصادی از نظر بانک جهانی چی بوده است؟ واقعا سبب‌ها هم واضح گفته شدند خیرامان و اینکه مدل فعلی نتوانست برای لشکری عظیم جوانان تاجیک به قدر کافی جای کار آفرد و سبب افزایش مهاجرت کاری شده است که این مسئله جای شرح بیشتر ندارد. افزایش اهالی و ایجاد جایهای کاری کم سبب زیاد شدن نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی در تاجیکستان شده است. آمار جالبی هم آوردند که مثلا فرق بین جایهای کاری موجود و اهالی قابل کار در مدت 22 سال 3 برابر افزوده است. یعنی اگر سال 2000 بیشتر از 1 میلیون جای کار در تاجیکستان نمی رسید، سال 2022 کشور برای اهالی افزایندش به 3 میلیون جای کاری نو احتیاج پیدا کرده است. به این آمار دانشجویان شامل نمی شوند خیرامان که تعدادی آنها هم بسیار زیاد است و همین روند سبب شده است مردم زیادی و یا تقریبا 25% نیروی قابل کار در تاجیکستان برای پیدا کردن رزق و روزی به روسیه رود و البته با دردی سر زیاد هم پول به دست بیارد. همین مهاجرت سبب شده است که کار صحرا در تاجیکستان فقط برای زنان ماند و ساحه کشاورزی تاجیکستان به قبل زنانه شود. در عموم با گفته مؤلفان گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی منابع طبیعی را کم کرده است، امکانات رشد در آینده را ضعیف کرده و به سطح زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته است. بله، به هر حال توصیه ها به حکومت تاجیکستان چی است؟ یعنی از کدام راه میتواند وضع را تغییر دهد تا اقتصاد و زندگی مردم بهتر شود؟ بانک جهانی میگوید که تاجیکستان در واقع امکانات پیشرفتی زیادتر دارد و حکومت هم عهد داده است که برای تغییر دادن مدل رشد اقتصادی تدبیرهای میاندیشد. نیروگاه برق آبی راغون را یک وسیله مهم برای رشد آینده اقتصاد در تاجیکستان آمیده و گفتند که در صورت بهره برداری کامل از نیروگاه در سال 2034 اقتصاد تاجیکستان کاملا دیگرگون می شود، چون مردم به محدودیت نیروی برق می گیرند و تاجیکستان از حساب فروش نیروی برق اضافی درآمد زیاد به دست می آورد. اما توصیه ها همان است که سازمان های دیگر مالی در گذشته دادند، یعنی باز کردن اقتصادی تاجیکستان برای سرمایه گذاران، مدیریت درستی کارخانه های عظیم که قرضدارند و همیشه درباره آلوده بودن آنها بر رشوه‌خواری صحبت می شود و از بین بردن رقابت ناسالم بین شرکت ها، امتیازهای ناعادلانه دادن به بازیگران علاهیده از توصیه های دیگر است. بر علاوه این همه خیرامان بهتر کردن سیستم ضعیف معارف، ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی مردم از توصیه های دیگر متخصصان بانک جهانی است که احوال این بخش ها به اکثریت معلوم است. تشکر. طاهر سفر بود با خلاصه های گزارشی نوی بانک جهانی.
در ناحیه فرخور یک مرد که میگوید بعد اشتراکش در جنگ شهروندی تاجیکستان معیوب شده است برای گرفتن زمین دعوا دارد. مقامات محلی میگویند حاضرند با او کمک کنند ولی تقاضای او از امکانات ناحیه بیشتر است. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. این کنج خانه مکانی زیستی محکمبای صوفیوف ساکن معیوبی ناحیه فرخور است. او بیم دارد که روز مکانی زیستش را از دست میدهد و با 6 فرزند نابالغش در کوچه میماند چون این خانه به او تعلق ندارد و صوفیو در آنجا همچون اجاره‌نشین زندگی میکند. محکمبای میگوید برای گرفتن قطعه زمین 14 سال باز به حکومت ناحیه فرخور مراجعت میکند. اساس هزار اجاره‌نشین از 2011 تا این 24 یک نکردیم 100 بار همین رئیسان ناحیه مراجعت کردیم. من سر این ولی جنگ بردم جنگ شهروندی پروندم همین حکومت کنسیون طرفداری کرد پروندم معیبون کرد خیلی سر عزیزی هیچ کار نمیه. صوفیه و مدال اشتراک در جنگ را نشان داده میگوید که در جنگ داخلی یک پایش را از دست داده است و حالا پایش صنعی میباشد. با او عنوان معیوبی داده شده است. ولی میگوید اگر مدال و معیوبیش قدر میداشت کیها صاحب زمین شده بود. کشال کردم رئیس مرا وزاره میگفت این رئیس میشه میره همین جون کنیم برای حکومت را واسه کنه این همسه میگه کارش آواز نمیبره همسه میگه او دسته در پیش موزم همیشه. در حکومت فرخور مراجعت صوفیوف را تصدیق میکنند. رئیس ناحیه گفت که به او زمین پیشنهاد شده است اما او قبول نکرده است. با گفته رئیس ناحیه صوفیوف از منطقه های زمین میخواست که در آنجا زمین وجود ندارد. میخواد در پیش مکتب سازد. در پیش مکتب ما زمین ندارم که کم. دورتر گویم نمیگوید. 2-3 مرتبه من آرکیتکت ناحیه در اینجا کمیته زمین اشتراک دارند ما پیشنهاد کردگی به آدم. پیشنهاد شدن زمین را صوفیوف تصدیق میکند اما میگوید سبب قبول نکردنش در دوره منطقه میباشد. زمین در منطقه اولیمتوی بوده است که با گفته صوفیوف با سبب معیوبیش نمیتواند آنجا زندگی کند چون از مرکز ناحیه خیلی در دوری قرار داشته است. اولیمتوی ما رفتم بهشون گفتم ما خونه کنم خیلی نرایی نیست. این مرد معیوب که 6 فرزند نابالغ دارد میگوید مسئولین نمیخواهند او را دستگیری کنند. با وجود همه مشکلات او اظهار می‌دارد تا جان در بدن دارد از شکایتش دست نمی‌کشد. همگی یک خواهشی او این است که زمینی داشته باشد و با قوه خود برای خانواده‌اش منزل بنیاد کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخور. و یک خبر بعد بحث زیاد در مطبوعات، شورای علمای روسیه فتوای خود درباره تا 4 همسر داشتن مردان مسلمان را بکار کرد. شورای علمای اسلامی اداره مسلمانان روسیه روز 18 دکبر فتوا داده بود که مردان مسلمان با اجرای شرط‌های شریعت اسلامی میتوانند با 4 زن نکاح کنند. روز 23 دکبر دادستانی کل روسیه به مفتی равил ғайнутдин هشدار داد که قانون شکنی را اصلاح کند. شامیل علاءالدینов نماینده شورای علمای روسیه در تلگرامش نوشت که پس از واکنش دادستانی و جامعه روسیه فتوا را بکار کردند. بینندگان ارجمند تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.